سلام، خیلی خوش اومدین. این ساختمونی که اینجا طراحی شده یک نمای آجوریه که تقریبا مدولار اومده کار بکنه و البته یک کپی برداری شده از یه ورودی یه بخشی از یک بانک در خارج از کشور که خب اون کانسپت متفاوتی داشته، ایده متفاوتی داشته باشه، دلیل متفاوتی داشته، ولی خب حالا یه بخشی کپی برداری شده و این ساختمون به این شکل در اومده. ببینید، اگر من باشم و بخوام یه چنین ساختمانی رو طراحی بکنم، سبکم یه مقداری متفاوت‌تره. یعنی دقیقاً با همین المان اگه بخوام طراحی کنم یه مقداری متفاوت‌تر طراحی می‌کنم. یه توضیحی میخوام بهتون بدم، اول تشخیص بدین که جریان از چه قراره. ببینید، این قسمت‌های بالا تقریبا ابعادشون همسانه. این قسمت پایین، این دهنه یه مقدار بزرگتر شده و یه جابجایی به وجود اومده و این قسمت متفاوت تره و این طرف هم که ما راه پله رو داریم. بنابراین اگر تقسیم بندی رو بخوایم انجام بدیم توسط این خطوط سفیدی که انجام شده، تقریبا ساختمون رو میتونیم به این اجزا تقسیم کنیم مطابق با همین طرح. و این دوتا قسمت بالا به یک فرم در اومدن، اینجا که کلا راه پله چون تراز پنجرهاش اینا متفاوته به یه شکله، و این قسمت پایین یک پاره مثلا اومده اینجا یه دهنه بازتر شده که حالا من دلیلش رو خیلی متوجه نمیشم. اگر قراره یه همچین کاری بکنیم، من اگر قرار بود این طراحی رو انجام بدم از همین المانم استفاده کنم، این قاب بندیمو به این صورت در می آوردم، یعنی این دوتا دهنه رو یکسان می گرفتم و ببینید این بخش رو من تا پایین ادامه میدادم. خب یعنی همین همراستایی راه رو من تا پایین ادامه میدادم و حالا میمدم این قاب بزرگ رو اینطوری جابجا میکردم، یعنی این دوتا رو یکی میکردم، اون دوتا رو یکی میکردم و این دوتا هم یکی میکردم. حالا اگر خوب دقت کنید خیلی نمای ساختمان ما مطلوب تره. یعنی شما این طبقه بالا رو در نظر بگیرید یا این طبقه رو، دهانای مدولار همه عین هم، فقط این دهنه بزرگتر یه مقدار جابجایی بیشتری داره و اگر خوب دقت کرده باشید یه مقدار هزینه هم تو این کار کاهش پیدا میکنه و طرح مطلوب تریه. خیلی اون حس کپی بودن هم نداره و خودش صاحب یه فرمیه، صاحب یه کانسپتیه و یه ایده خیلی جذاب. اون قسمت راه پلم که داره کار خودش رو انجام میده. امیدوارم نکته رو گرفته باشین و به همین راحتی از این تکنیک ها استفاده کنید. این تکنیک ها رو واقعا اگر خوب رعایت کنید طراحی نمای فوق العاده میتونید خلق